جدیدی انجام بدید، یه کارهای جدیدی انجام. خلاصه میشه کارایی کرد. خب به من آقای رشیدپور عزیز اشاره میکنه که وقت نیست و چاووش میخواند، باید برم. دعای آخر: خدایا کشور ما را از شر فقر، بیکاری، تورم، اختلاس، خرافات، فساد، اعتیاد، طلاق، جهل و تعصب بیجا، تبعیض، اختلاف طبقاتی، پراید، روغن پالم، نمایندگان بی‌تفاوت و ادعای سرکاری برخی از مسئولان، قاچاق، سریال‌های تکراری، اینترنت، مخابرات، مزاحمت‌های تلفنی، بنزین آلوده، ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی آب، گرانی، خشکسالی، گرد و خاک و ریزگردها، طوفان و سیل یهویی، زمینخواری و حقوق‌های نجومی، مدیران همه چیز خوار، داعش و سایر بستگان وابستگان محفوظ به لطف و کرمت بفرما. آقا ما رفتیم.